یک تعداد خونه ها هم داریم که اینها خونه های سمت هستند، بهشون خونه های سمت گفته میشه، که دقیقا چهار جهت آسمان رو برای ما نشون میده. چهار جهت زمین نه، چهار جهت آسمان رو برای ما نشون میده. چرا گفتم زمین نه؟ چون این سمت ها در نقشه خوندن روی زمین فرق میکنه. خب حالا خونه یک مربوط به شرق، دقیقا طالع وقت توضیحات شو دادیم، گفتیم که طالع وقت به حالتی گفته میشه که در ارضی ترین نقطه منطقه‌ای که دارید توش زندگی میکنید به عنوان ارز جغرافیایی، ستاره‌ای که در اون لحظه در حال طلوع هست بهش چی گفته میشه؟ طالع وقت گفته میشه. حالا خونه اول مربوط به سمت شرق آسمانه. خونه چهارم مربوط به جنوب. خونه ارز کنم خدمتون هفتم مربوط به غرب و خونه دهم شمال رو نشون میده برای ما در آسمان. خب از این جهت خیلی محاسبات ریز و حساسی هم وجود داره که هر منجمی به خصوص منجمین اسلامی به اون پرداختن. چی بوده؟ فاصله گرفتن حد فاصل ستارگانی که مثال میگم از شرق تا غرب هستند. یه حالت زمانشناسی رو برای منجمین اسلامی به وجود آورد که در پیرو اونها خب ارز کنم خدمتتون که حالتهای عجیبی رو به وجود آوردن. علمای ما اومدن گفتن که حد فاصل رو بسنجیم و برای هر کدوم از حتی دقایق حتی ساعات خواصی قائل بشیم نسبت به طالع، نسبت به سیاره‌ای که در طالع نشسته و حتی یک بحث سوال جواب به وجود میاد. ما یک رشته‌ای داریم در علم نجوم اسلامی که مربوط به سوال جواب میشه. شخص میاد از شما سوال میپرسه نسبت به چارت، نسبت به مسائلی که پیش میاد، میاد میشینید و نسبت به داده های نجومی برای سوال او شخص مثل علم رمل براش پاسخ استخراج میکنید نسبت به منسوبات که در چارت مشخص شده. خب کوکب هایی که در غرب چارت قرار می گیرند اونها قدرتشون از شرق کمتره. ستاره هایی که در شرق هستند بیشترین قدرت رو دارند، سمت رو دارم میگم. خب و کوکب هایی که در جنوب هستند خب به اونها ستارگان و یا سیاراتی گفته میشه که تحت الارض قرار گرفتند و به عنوان وسط الارض بهش به اصطلاح میگن در علم نجوم. خب این ستارگان به خصوص ستارگانی که در خونه چهارم قرار گرفته و سمت بهش قائل میشیم، این ستاره چیکار میکنند؟ قدرت رو بعضا ممکنه تشدید بکنن و بعضا ممکنه که قدرت و شهرت رو هر دو رو مخفی بکنن، مثل خنثی شدنه. این تحت تاثیر گرفته از دیگر سیارات و نظراتی که در دروس قبلی با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم که یک تعداد نظراتی داریم که بر تاثیرات سیارات می افزایه. مثال میگم یک سیاره ای رو ممکنه بد بکنه، یه سیاره رو ممکنه اثرش رو خوب بکنه. خب حالا ستارگانی که در شمال هستند، قدرت مستقیم دارند. به طبع نسبت به بقیه سمت ها قدرت مستقیمی دارن، حالا چه مثبت خوب باشه چه حالا بگیم که قدرت منفی باشه. اینم موضوعی که برای اونها در نظر گرفته میشه. یک تعداد خونه های دیگه داریم به اسم خونه های تریکونا، با اسم در واقع با کلمات تخصصی تی و آر نشون داده میشه در علم نجوم. خب خونه های گوشه هستند، خونه 5 9 11. خب بهترین حالت یک شخص رو میتونن نشون بدن.
حالتهای مثبت یک شخص رو نشون میتونن بدن و خیلی قدرتمند هستند. به قدری قوی هستند خب که حتی میتونند اثر نحسی یک سیاره رو در حالتهای خاصی خنثی بکنند. خونه های 5 9 11 در واقع خونه های تریکونا خونه هایی هستند که صدق و راستی یک کار رو میتونن نشون بدن، صداقت حرف ها رو میتونن نشون بدن و معنویات یک شخص رو یا اعتقادات اون رو و امثال هم یا روابط با دوستانش رو و امثال هم مباحثی است که میتونن نشون بدن. و اگر سیاره‌ای در این خونه ها به در واقع سیاره‌ای با اثر و سعدیت نشسته باشه، سعد بودن اون رو دوچندان میکنه اثر خونه هاش. خب یه خونه های دیگه ای داریم به اسم خونه های اوپاچایا. اینا چه خونه هایی هستن؟ خونه های حالا به دو دسته تقسیم میشه. یکی خونه 3 و 6 و دسته دوم اعتقاد دارن که به خونه 10 و 11 تعلق داره. خب نشون دهنده عرض کنم خدمتتون وضعیت یک شخص رو نشون میده که قوی ترین اوپا چایا مربوط به خونه 6 که حالا میگم مرتبط به مشکلات شخصه، میتونه تشخیص داده بشه که از این طریق این شخص ممکنه در چه روابطی دچار مشکل شده باشه یا چه مشکلاتی میتونه این شخص رو تهدید بکنه یا سلامتی یک شخص رو ممکنه نشون بده یا حتی بیماری های یک شخص رو میتونه در نظر گرفته باشه. خونه های دوستانه خونه های هستند که با نماد دی و ان نشون داده میشه. مخرب ترین و نحس ترین خونه ها هستند در علم نجوم، مربوط به 6 8 و 12. بعضی خونه ها شاید به نظرتون برسه که اینا تکرار شدن ولی تکرار نیستند. خب ببینید آسترولوژی به ما چی میگه؟ میگه نحس‌ترین و مخربترین خونه هایی که میتونه یک شخص رو، زندگی یک شخص رو، طالع یک شخص رو در تحت تاثیر خودش قرار بده این خونه ها هستند. خونه 6 8 و 12 که حالا تقسیم بندی های خاص خودش رو داره که نسبت به مکاتب خاصی در علم نجوم و به خصوص علم آسترولوژی برای اونا پرداخته میشه که حالا وارد اون ریزهاش من نمیخوام بشم چون دوست دارم که مباحث دیگری رو با شما در میون بذارم.